گایز به کتابخونه اطلس خیلی خوش اومدی. امروز ادامه کتاب باشگاه 5 صبحی ها فصل 5. اگه این دست از پادکست رو دوست داری خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی. فصل 5 یک ماجراجویی عجیب به درون تسلط صبحگاهی. همانطوری که یک مجسمه ساز مواد خام را به یک پیکره تبدیل می کند، سرنوشت هر کسی نیز در دستان خودش است. توانایی تبدیل مواد به چیزی که می‌خواهیم باید یاد گرفته شود و با دقت پرورش داده شود. بیخانمان گفت اگر شما 2 نفر علاقه‌مند باشید خوشحال خواهم شد تا چند روز صبح شما را در مجموعه خانه‌های کنار اقیانوس خودم آموزش دهم. من عادتهای صبحگاهی مخصوص خودم را به شما نشان می‌دهم و به شما توضیح می‌دهم چند ساعت اول صبحتان را چگونه بگذرانید و اینکه این موضوع تا چه حد برای رسیدن به تسلط شخصی و عملکرد تجاری ممتاز ضروری است. خوشحال می‌شوم این کار را برای شما انجام دهم. در زمان کوتاهی زندگیتان پرشکوه خواهد شد و البته با من به شما خوش خواهد گذشت. همانطور که از افسونگر شنیدیم این تحول همیشه هم آسان نیست، اما ارزشمند، پرسود و زیباست. شاید حتی به زیبایی سقف کلیسای سیستین. هنرمند در حالی که به ریشش دست میزد گفت اولین باری که این سقف معرکه را دیدم گریه کردم. بیخانمان هم که به ریش کثیف خودش دست میزد گفت میکل آنژ واقعا شاهکار کرده است. او سپس پیراهنش را بالا زد و عضلات بدون چربی خود را نشان داد. هنرمند که بسیار مشتاق شده بود گفت چطوری عضلاتت را اینگونه شدند؟ با تلاش و تمرین زیاد. من ورزش‌های زیادی می‌کنم و اغلب در ساحل خودم حرکت شنا، بارفیکس، حرکت تخته، دراز و نشست و تمرینات جدی هوازی انجام میدم. بیخانمان کیف چرمی گران قیمتی را از جیبش بیرون آورد. او سپس یک تکه کاغذی را درآورد که یک نقاشی روی آن کشیده شده بود. تصویر آن نقاشی اینگونه بود و شما هم دارید دقیقاً چیزی را می‌بینید که کارآفرین و هنرمند در آن لحظه می‌دیدند. غریبه ژولیده بدون اینکه اجازه دهد کارآفرین و هنرمند پاسخی بدهند ادامه داد. تعهد، نظم و انضباط، صبر و تلاش. اینها ارزش‌هایی هستند که این روزها تعداد کمی از افراد به آنها باور دارند. این روزها افراد زیادی هستند که یک ذهنیت استحقاقی دارند و انتظار یک زندگی پربهره و برآورده شده دارند و می‌خواهند تمام افراد اطرافشان به جای آنها تلاش کنند. در حال حاضر دنیای خودمان را مانند جامعه‌ای از بزرگسالان می‌بینم که مثل کودکان لوس رفتار می‌کنند. من قضاوت و شکایتی نمی‌کنم و تنها چیزهایی را که می‌بینم می‌گویم. هی بچه‌ها، با نشان دادن بدن خودتراشم میخوام نکته‌ای را به شما بگویم. افرادی که تلاش نمی‌کنند به هیچ چیزی نمیرسند. باید بیشتر عمل کرد و کمتر حرف زد. بیخانمان سپس دکمه‌های پیراهن پاره خودش را باز کرد. روی پشت او نوشته شده بود قربانی‌ها سرگرمی را دوست دارند. فاتحان عاشق آموختن هستند. از شما میخواهم بیایید و در جزیره‌ای کوچک و بسیار زیبا در وسط اقیانوس مهمان من باشید. فاصله آن از ساحل کیپ تاون 5 ساعت است. او کارتی را که منظره کنار دریای روی آن نقاشی شده بود به کارآفرین داد و گفت اینها دلفین‌های من هستند و با خوشحالی به عکس روی آن اشاره کرد. بیخانمان ادامه داد. این سفر ارزشش را خواهد داشت. مطمئن باشید درس‌های بسیار مهمی را یاد خواهید گرفت که در ادامه زندگیتان به شما کمک خواهد کرد. در آنجا برخی از ارزشمندترین و هیجان‌انگیزترین لحظه‌ها را تجربه خواهید کرد. باید به من اعتماد کنید. من درباره عادت‌های صبحگاهی کلاس جهانی همه چیز را به شما خواهم آموخت. من به شما کمک می‌کنم عضو باشگاه 5 صبح شوید. شما یاد خواهید گرفت که به طور منظم زود بیدار شوید و تا قبل از ظهر کارهایی را انجام دهید که اکثر افراد در یک هفته هم انجام نمی‌دهند. شما می توانید سلامتی، خوشحالی و آرامش خودتان را به اوج برسانید. دلیلی وجود دارد که بسیاری از افراد بسیار موفق
صبح زود بیدار میشوند، زیرا این مهمترین بخش روز است. به شما توضیح میدم که چگونه با این روش انقلابی امپراتوری خودم را به وجود آوردم. امپراتوری شکل‌های مختلفی دارد و امپراتوری اقتصادی یکی از آنهاست. شما همچنین می توانید امپراتوری هنروری، بهره‌وری، انسانی، بشردوستی، آزادی شخصی و حتی امپراتوری معنوی را در خودتان به وجود بیاورید. مرشدم زندگی من را متحول کرد و من نیز هر چیزی را که از او آموخته‌ام به شما یاد خواهم داد. شما چیزهای زیادی را یاد خواهید گرفت. شما به عمیق‌ترین سطح خواهید رفت. دنیا را با دیدی کاملا جدید خواهید دید. شما همچنین بهترین غذاها را خواهید خورد و از زیباترین منظره‌ها دیدن خواهید کرد. می توانید در دریا شنا کنید. با دلفین‌ها در زیر آب بازی کنید و بر فراز مزارع نیشکر پرواز کنید. و اگر دعوت من را قبول کنید از شما میخواهم به خانه‌ام بیایید. هنرمند گفت خدای من، تو داری شوخی میکنی آره؟ کاملا مشخص بود که او هم یکی از آن افرادی است که به شدت احساسی بود و دردی نهان از بدو تولد همراه آنها بود. یکی از آنهایی که بیشتر از سایر افراد باور دارند که نفرین شدند. اما در حقیقت آنها موهبتی در خودشان دارند. موهبتی که به آنها اجازه می‌دهد تا چیزهایی را احساس کنند که دیگران نمی‌توانند. شادی‌هایی را تجربه کنند که اکثر افراد نادیده می‌گیرند و متوجه شکوهمندی در لحظات عادی باشند. بله، درست است که این افراد به آسانی آسیب می‌بینند. اما باید بدانید که اینها همان افرادی هستند که سمفونی‌های بزرگ را می‌سازند. سازنده بناهای پرآوازه هستند و درمان بیماری‌ها را پیدا می‌کنند. تولستوی می‌گوید تنها افرادی که قویاً عاشق باشند می‌توانند دردهای بزرگ را تحمل کنند. هنرمند به نظر این ویژگی‌ها را نشان می‌داد. بی‌خانمان با اشتیاق گفت نه رفیق، کاملا هم جدی هستم. من خانه‌ای در نزدیکی دهکده‌ای به نام خلوتگاه دارم و باور کن که اسم درستی را برای این دهکده انتخاب کردند. تنها زمانی می توانید خودتان باشید که از سر و صدا و مزاحمت دور باشید و آسایش خاطر داشته باشید. به زندگی بله بگویید. همانطور که آن خردمند روی صحنه گفت، هرچه بیشتر از موقعیت‌هایی که سرتان قرار می‌گیرند بهره ببرید، جادویی در زندگیتان ظاهر خواهد شد. وقتی بازی نمی‌کنید نمی‌توانید برنده شوید، درسته؟ حقیقت این است که زندگی هوای شما را دارد، حتی اگر به نظر این گونه نباشد. اما شما هم باید وظیفه خودتان را انجام دهید و به سوی موقعیت‌هایی که در سر راه شما قرار می‌گیرند بروید. و اگر شما به خانه من در آن جزیره بیایید، تنها چیزی که از شما می‌خواهم این است که به اندازه کافی آنجا بمانید تا بتوانم فلسفه و روش مرشدم را به شما یاد دهم. پیوستن به باشگاه 5 صبح به کمی زمان نیاز دارد. بی‌خانمان چند لحظه‌ای مکث کرد و ادامه داد. من همچنین تمام هزینه‌های شما را قبول می‌کنم. حتی جت شخصیم را می‌فرستم تا شما 2 نفر را به آنجا بیاورد. هنرمند و کارآفرین به یکدیگر نگاه کردند. آنها هر دو گیج و کاملا دودل بودند. هنرمند که هنوز دفترچه‌اش در دستش بود گفت میشه من و دوستم چند لحظه تنهایی حرف بزنیم؟ بی‌خانمان در حالی که بلند شده بود گفت البته، هر چقدر می‌خواهید حرف بزنید. من به صندلی خودم میروم و با تیم اجرایی هم تماس میگیرم. هنرمند به کارآفرین گفت این دیوانگیه. من هم کاملا با تو موافقم که آدم خاصی است و حتی شاید جادویی باشد. اما میدانم که چقدر احمقانه به نظر میرسد. من عاشق مرشد او هستم. موافقم که این فر خیابانی بینش عالی دارد و به طور حتم تجارب زیادی هم دارد. اما آخر بهش نگاه کن. کاملا شلخته و کثیف است. انگار هفته هاست حمام نرفته است. لباسهایش همه پاره پور است و گاهی هم مانند دیوانه ها حرف میزند. ما اصلا او را نمیشناسیم. شاید فرد خطرناکی باشد. کارآفرین گفت آره، کاملا موافقم. واقعا انسان عجیبی هست. تمام اتفاقات امروز عجیب هستند. هنوز در چشمان او افسردگی دیده میشد. ادامه داد من در زندگی در جایی هستم که باید تغییرات بزرگی ایجاد کنم. واقعا دیگر نمیتوانم این گونه ادامه دهم. میدونم چی میگی. از وقتی در 11 سالگی پدرم را از دست دادم، تقریبا به همه چیز و همه کس مشکوک بودم.
دختری که بدون پدر بزرگ می شود واقعا می ترسد. راستش را بخواهی هنوز هم اثرات زیاد آن شوک عاطفی در من هست. هر روز به پدرم فکر می کنم. روابط بدی داشتم و با مشکلات زیادی روبرو بودم و انتخاب‌های بسیار بدی در مورد روابطم داشتم. تقریبا 1 سال قبل نزد روانپزشکی رفتم و او به من گفت که چرا این گونه رفتار میکنم. روانشناس‌ها آن را سندرم دختر بی پدر مینامند. من در درونم ترس شدیدی از رها شدن و تمام ناامنی‌هایی داشتم که با آن اتفاق می‌آمد. بله، این درد باعث شده است که من در درون بسیار سرسخت و از برخی جهات بی‌رحم باشم. درد و ناراحتی ناشی از فوت پدرم محرک من بوده و به من جاه طلبی داده است. با این حال فوت پدرم درون من را خالی کرده است. من فهمیدم که این جای خالی او را با تحت فشار دادن خودم برای کار زیاد پر کنم. چون باور دارم که وقتی موفق تر باشم می توانم عشق از دست رفتم را پیدا کنم. من تلاش می کردم تا شکاف‌های عاطفی خودم را با دنبال کردن پول زیاد پر کنم. برای منزلت اجتماعی بسیار تلاش کردم و همانطور که گفتم حالا درک می کنم که دلیل رفتار من چالش‌هایی بوده که از دوران نوجوانی داشتم. حرف‌های افسونگر واقعاً به من انگیزه داد. وقتی که گفت هرگز کاری را به خاطر پولش انجام ندهید، بلکه به دنبال شخص و رهبری کلاس جهانی باشید. به دنبال موقعیت‌هایی باشید تا رشد کنید و به دنبال هدفی باشید تا دنیا را متحول کنید. حرف‌های او واقعاً به من امید داد. من می‌خواهم مانند حرف‌های او زندگی کنم. اما در حال حاضر خیلی از آن شرایط دور هستم و اخیراً اتفاقی که در شرکتم افتاد مشکلات زیادی را برای من به وجود آورده است. در حال حاضر واقعاً زندگی خوبی ندارم. تنها دلیل من برای آمدن به این کنفرانس این بود که مادرم بلیط آن را به من داده بود. من واقعاً می‌خواهم شرایط را تغییر دهم. کارآفرین نفس عمیقی کشید. او به نظر خجالت زده می رسید و از هنرمند عذرخواهی کرد. ببخشید. من اصلا تو را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چرا این حرفا را به تو می‌زنم. فکر می‌کنم باهات راحتم. نمی‌دانم چرا. ببخشید که اگر بیش از حد باهات راحت حرف زدم. هنرمند که زبان بدنش نشان میداد درگیر حرفهایش شده است گفت مشکلی نیست. او دیگر با اضطراب با ریش و موهای بافته‌اش بازی نمی‌کرد. کارآفرین ادامه داد ما وقتی با راننده تاکسی یا افرادی که نمی‌شناسیم حرف می‌زنیم خیلی راحت و صادقانه حرف می‌زنیم. درسته؟ می‌خواهم بگویم که واقعاً آماده تحول هستم و احساسم به من می‌گوید که این بیخانمان می‌تواند واقعاً به من و در واقع به ما کمک کند تا با کمک عادت‌های صبحگاهی امپراتوری خلاقیت، بهره‌وری مالی و خوشحالی را به وجود بیاوریم. هنرمند گفت منم اونو دوست دارم. او برای خودش شخصیتی دارد. خیلی دوست دارم که خودش را شاعرانه و پر احساس نشان می‌دهد. او خیلی روشنفکر بود. واقعاً باحاله. اما هنوز هم نمی‌توانم به او اعتماد کنم. هنرمند مشتش را به دست دیگرش زد و گفت احتمالاً آن ساعت را از یک ثروتمند احمق دزدیده است. کارآفرین گفت میدانم چه حسی داری. من هم احساس مشابهی دارم. و البته من و تو تازه با هم آشنا شدیم. مطمئن نیستم اگر با تو به سفر بروم چگونه خواهد شد. امیدوارم از حرفم ناراحت نشوی. تو واقعا انسان مهربانی به نظر می رسی ولی الان شرایطم خوب نیست. ولی میدانم که آدم خوبی هستی. از این موضوع مطمئنم. هنرمند کاملا خوشحال بود. به بی خانمان نگاه کرد. او داشت تکه‌ای از آووکادو می‌خورد. کارآفرین در حالی که به بی خانمان اشاره می‌کرد گفت باید به اداره زنگ بزنم و ببینم می‌توانم برنامه‌هایم را مرتب کنم تا بتوانم به این سفر بیایم. بی خانمان داشت میوه‌اش را می‌خورد. او همزمان به سقف نگاه می‌کرد و با گوشی‌اش حرف می‌زد. کارآفرین ادامه داد. کم کم داره از ایده‌اش خوشم میاد. می‌توانیم زمانی را در دهکده‌ای به نام خلوتگاه بگذرانیم. غذاهای عالی بخوریم و با دلفین‌ها شنا کنیم. حس می‌کنم این یکی از ماجراجویی عالی خواهد شد. این یکی ماجراجویی عالی خواهد بود. احساس می‌کنم دوباره زنده شدم. هنرمند گفت خب حالا که تو این حرفا رو میزنی من هم خوشم میآید. فکر میکنم یک دیوانگی لذت بخش در کار خواهد بود. یک موقعیت خاص برای داشتن یک دنیای کاملا جدید.
شاید این بهترین اتفاق ممکن برای هنرم باشد. همانطور که چارلز بوکوفسکی میگوید برخی از افراد هیچ وقت دیوانگی نمی کنند. واقعا اینها زندگی بسیار وحشتناکی دارند. و افسونگر هم گفت که باید مرزهای زندگی خودمان عبور کنیم تا موهبت‌ها، استعدادها و توانایی‌هایمان را رشد دهیم. احساسم به من میگوید این کار را انجام بدم. اگر تو باشی من هم هستم. کارآفرین گفت میدونی چیه؟ من باش میرم. کاملا پایم. هنرمند گفت منم کاملا پایم. هر دو نفر بلند شدند و به سوی بی خانمان رفتند. او در جای خود نشسته و چشمانش را بسته بود. هنرمند پرسید داری چیکار میکنی؟ بی خانمان پاسخ داد تجسم عمیقی از تمام چیزی که میخواهم باشم و زندگی والاتری که میخواهم داشته باشم. اگر دعوت من را بپذیرید در مورد آنها به شما خواهم گفت. در مورد اینکه چرا چشمهایم را بسته بودم باید بگویم من تقریبا هر روز عملکرد ایدئال خودم در آن روز را تجسم میکنم. همچنین کاملا به درون احساسات خودم میروم تا حس کنم وقتی به آن اهداف برنامه ریزی شده‌ام برسم چه احساسی خواهم داشت. من خودم را در وضعیتی کاملا مطمئن نگه می‌دارم و در آن همه چیز ممکن است. سپس بیرون می‌روم و نهایت تلاشم را می‌کنم تا آن روز را عالی کنم. کارآفرین مجذوب حرف‌های بی خانمان شد و گفت جالبه. بله، این یکی از روال‌های روزانه من است که هر روز برای در اوج ماندن به آن عمل می‌کنم. برای من اثبات شده است که این تمرین به من کمک می‌کند تا ژنم را نظم دهم و ژن‌هایی را که قبلا غیر فعال بودند بیدار کنم. DNA شما سرنوشت شما نیست. دوستان عزیزم، وقتی به جزیره من آمدید در مورد آن بیشتر خواهید دانست. شما روش‌های فوق‌العاده‌ای را یاد خواهید گرفت تا چگونه از تمرکز ذهنی و انرژی جسمانیتان محافظت کنید. شما یاد خواهید گرفت چگونه موفق‌ترین افراد تجارت شرکت‌های موفقشان را ساخته‌اند و همچنین در مورد یک سیستم درجه بندی شده به شما میگویم که بیشتر افراد خوشحال هر روز صبح در زندگیشان اعمال می‌کنند تا یک زندگی بسازند که از مرزهای جادویی عبور می‌کند. فکر می‌کنم شما دوتا با من خواهید آمد، درسته؟ کارآفرین با لحنی سرحال گفت بله، از دعوتتان ممنونیم. هنرمند که کمی آرامتر شده بود گفت آره، ممنونم رفیق. کارآفرین مشتاقانه گفت خواهش می‌کنم همه چیز را در مورد عادت‌های صبحگاهی به ما یاد بده تا بتوانیم رهبری موثر و فردی بسیار موفق باشیم. من واقعا میخواهم عمل کردم و بهره‌وری روزانه‌ام را ارتقا دهم. میخواهم کمکم کنی تا دوباره زندگیم را بسازم. راستش را بخواهی امروز بیشتر از هر زمان دیگری انگیزه دارم. اما الان شرایطم خوب نیست. هنرمند گفت آره رفیق، رازهای عادتهای صبحگاهی خودت را به ما هم بگو تا بتوانم بهترین نقاش باشم. من میدانم که میتوانم. وقتی این حرفها را زد دفترچه‌اش را در هوا تکان میداد. بگو هواپیما را بفرستند. ما را به دهکده خودت ببر. کمی نارگیل به ما بده. میخواهیم با دلفین‌ها بازی کنیم و زندگیمان را ارتقا بخشیم. ما کاملا پاییم. بی خانمان با کمی جدیت که پیشتر در او دیده نمیشد گفت هیچ کدام از چیزهایی که یاد خواهید گرفت محرکی برای شما نخواهد بود. تمام آنها بدون شک در مورد تحول است. علاوه بر این آخرین یافته‌ها و روش‌های کاملا عملی را به شما خواهم گفت که بهترین نتایج را داشتند. رفقا، برای بزرگترین ماجراجویی خودتان آماده باشید. کارآفرین گفت دقیقاً. باید بگویم که حرفهایت و این برنامه واقعاً ما دو نفر را غافلگیر کرده است. اما به هر دلیلی که هست ما به تو اعتماد میکنیم. ما کاملاً آماده این تجربه جدید هستیم. هنرمند در حالی که گویی از بخشندگی بی خانمان متعجب شده بود گفت تو نسبت به هر دوی ما لطف داری. ممنونم. بی خانمان با حالتی شورانگیز گفت عالیه. تصمیم بسیار هوشمندانه گرفتید. لطفاً فردا صبح بیرون این اتاق کنفرانس باشید و حداقل برای چند روز با خودتان لباس بیاورید. همین کافیه. همانطور که قبلا گفتم بقیه چیزها را به من بسپارید.
تمام مخارج شما با من هم از شما ممنونم. کارآفرین تعجب کرد و گفت چرا از ما تشکر میکنی؟ بی خانمان لبخندی زد و گفت مارتین لوتر کینگ در آخرین خطابه‌اش قبل از اینکه او را ترور کنند گفت همه میتوانند عالی باشند زیرا همه میتوانند خدمت کنند. لازم نیست به دانشگاه بروید تا خدمت کنید. لازم نیست افلاطون و ارسطو را بشناسید تا بتوانید خدمت کنید. برای خدمت کردن لازم نیست نظریه نسبیت انیشتین را بدانید. برای خدمت کردن لازم نیست فیزیک و قانون دوم ترمودینامیک را بدانید. تنها باید قلبی پر از حسن نیت داشته باشید و باید زاده عشق باشید. بی خانمان مقداری از آووکادو را از گوشه دهنش پاک کرد و ادامه داد یکی از بزرگترین درس‌هایی که یاد گرفتم این است که کمک کردن به دیگران کمک کردن به خودتان است. خوشحالی دیگران را بیشتر کنید و این گونه شادی و خوشحالی شما بیشتر می شود. شرایط هم نوعان خودتان را بهتر کنید و به طور طبیعی شرایط خودتان بهتر می شود. موفقیت حس خوبی دارد، اما بخشندگی و سخاوت ویژگی تمام افراد موفق است که جهان را به مکان بهتری تبدیل کردند. و ما به رهبران خالصی نیاز داریم، نه به افراد خود بزرگ بینی که در مورد نفع خودشان وسواس دارند. بی خانمان برای آخرین بار به ساعت بزرگش نگاه کرد و گفت وقتی از این دنیا می روید نمی توانید دارایی مادی خودتان را با خودتان ببرید. کارآفرین به آرامی گفت حرفهای تو مانند یک گنجینه با ارزش هستند. هنرمند گفت کاملا درست می گویی. بی خانمان با فصاحت و بلاغت گفت تنها چیزهایی که در آخرین روز زندگیتان اهمیت دارند استفاده از توانایی‌هایتان، شجاعت و از خودگذشتگی و زندگی افرادی است که آنها را ارتقا داده‌اید. سپس ساکت شد و نفس عمیقی کشید و ادامه داد خیلی خوبه که دعوت من را قبول کردید. مطمئن هستم که به ما خوش خواهد گذشت. هنرمند مؤدبانه پرسید راستی میتوانم وسایل نقاشیم را با خودم بیاورم؟ بی خانمان گفت بله اگر میخواهی در بهشت نقاشی کنی و چشمکی زد. سپس ادامه داد 5 صبح صبحتان را در اختیار داشته باشید تا زندگیتان را تعالی بخشید.